بازم سلام، خوش آمدید در ویدیو سیومی بخش کریپتوکارنسی. در ویدیو قبلی براتون گفته بودم که چگونه میتونیم در کریپتوکارنسی اینوست کنیم، چگونه میتونیم از کریپتوکارنسی پول به دست بیاریم. در ویدیو امروزی گپ میزنیم که کریپتوکارنسی را در کجا هولد کنیم، یعنی وقتی که ما کریپتوکارنسی را میخوایم بخریم او را ما کجا میتونیم نگاه کنیم. پیسه که پیش ما شما میباشه، پیسه که ما شما فیزیکی افغانی ما این را ما میتونیم در بانک نگاه کنیم، در بکسک جیبی خود نگاه کنیم. حالا می کریپتوکارنسی که ما میخریم که بیت کوین برش میگیم، این را ما شما در کجا میتونیم نگاه کنیم. باید یک جا خو برش باشه که ما او را در اونجا هولد کنیم. پس امروز در مورد همین گپ میزنیم، بیاین شروع میکنیم. در کجا کریپتوکارنسی را هولد کنیم؟ ببینید، کریپتوکارنسی را ما شما میتونیم در هاردویر والت هولد کنیم، در سافتویر والت هولد کنیم و در اکسچنج. در اصل سیومیش که هست یک اکسچنج، این والت نیست، در اصل اکسچنج است. اکسچنجش اگه براتون بگویم صرافی واریس، قسمی که صرافی است. شما کریپتوکارنسی را میخرین، میفروشین، کانورت میکنین، بیت کوین به ایتریوم، ایتریوم به بیت کوین، ریپل به دوج به شیبانی و این رقم شما اینا کانورت میکنین. اکسچنج است و مهمش امی است. ما شما که اگر کار میگیریم از این کار میگیریم، اما یا باید براتون بگویم تا خبر باشین. هاردویر والت قسمی است، قسم بکسک جیبی ما شما واریم. پیسه افغانی که ما شما می داشته باشه، ما این در بکسک جیبی خود نگاه میکنیم، بازار که میریم میخریم و بکسک جیبی ما فقط پیش خود ما می باشه و پسوردش هم فقط پیش خود ما می باشد، یعنی در دست خود ما است. اگر بکسک قلف میندازی، در جیبت میمانی، هر چیزی که میکنی یعنی پیش خودتان است، پیش کسی دیگه نیست. پس هاردویر والت هم رقم است. هاردویر والت در آمازون فروخته میشه، سودا میشه، شما میتونید از آمازون خریداری کنید. من براتون اگزمپلش بیارم، این آمازون است. ببینید اینا تمامشان چی هستن؟ کریپتوکارنسی هاردویر والت هستن. شما در تمام از میتونین که شما بیت کوین یا کریپتوکارنسی که دارین در اینا شما نگاه کنین. درست است؟ این بالی را که شما میبینین در تمام از شما میتونین که کریپتوکارنسی را نگاه کنین، هولد کنین و این پسوردش به شما میباشه، یو اس بی است. شما میتونین بگیرین، اما اینو ما براتون نمیگم که شما اینو بگیرین. باز مرتبط با شما، رای من نیست که بگیرین. چون یک چیزی هست که اگر احیانا پسوردش گم شد شما نمیتونید پس پسوردش رو شما دوباره ریکووری کنین، فورگیت پسورد بگین. این یک چیزی هستن و خودم از استفاده نمیکنم. اصلا در آمازون است، میتونین بخرین، در ای بی اس میتونین بخرین، سرچ کنین پیدا میشه. اولیش هاردویر است. دومیش که سافتویر والت است. سافتویر اگر ما بیایم براتون بگیم زیاد است، بسیار زیاد است که شما میتونین در او کریپتوکارنسی تان نگاه کنین. مشهورش که هست که مردم زیاد نگاه میکنن، یکی میتا ماسک است، یکی هم از تراست والت. اگر شما بیاین در اینجا نوشته کنین که ببینین میتا ماسک، اگر شما نوشته کنین میتا ماسک اگر شما نوشته کنین براتون میبره. ببینین این میتا ماسک است. این میتا ماسک در موبایل هم میباشه، برای ایفون است، برای اندروید است و برای پی سی البته در کروم اکستنشن است. این میتا ماسک است. بسیار راحت است، کدام چیزی نداره. شما دانلود میکنین، از شما پسورد میخوای، اینا با ایمیلتان لوگین نمیشن. امیال براتون بگویم، این والت که شما میبینین میتا ماسک تراست والت، این با ایمیل لوگین نمیشه. در اینجا شما فقط بازش میکنین، پسورد شما میخواید، در بالا و پایین پسورد وارد میکنین. بعد از او برای شما اینا براتون کی میتن، کی دادن، کی سن لغات از دادن کی، و لغات ها را شما در کتابچه نوشته میکنین. دوباره وقتی که شما پیش برین باز براتون میگه کی را وارد کنین، کی را وارد کنین، اوکی کنین، اکانتتان ساخته میشه و او کی شما باید نگاه کنین. آیسته آیسته در موردش براتون ویدیو میسازم که چگونه شما میتونین والت میتا ماسک بسازین، والت تراست والت بسازین. در موردش اساس براتون ویدیو میسازم. در ویدیو این حالی فقط براتون میگم که شما میتونین در اینجا نگاه کنین. همین رقم اگر شما در اینجا تراست والت هم سرچ کنین، تراست والت هم وجود داره. تراست والت هم اگر شما بگین ببینین تراست والت، این هم تراست والت است. تراست والت ببینید، این هم تراست والت است. در این هم اگر پسورد شما گم شوه، پسوردتان خو ریکووری میشه، دوباره میتونین بعد دست بیارین. اما بعد از آوردن پسوردتان فقط یگانه راه است، او لغاتی که براتون میته، یکی که براتون اینا میته، او رو باید شما نگاه کرده باشین. اگه او رو نگاه کرده باشین شما میتونین پسوردتان رو بعد دست بیارین، در غیر از او نمیتونین بعد دست بیارین. اینم براتون در موردش آیسته آیسته ویدیو میسازم که چون شما میتونین والت میتا ماسک بسازین، تراست والت بسازین. در موردش براتون ویدیو میسازم. درست؟
سیومیش که از اکسچنج، ایش بسیار مهم است. اکسچنج ها بسیار زیاد وجود داره، بسیار زیاد وجود داره اکسچنج ها، بسیار اکسچنج زیاد وجود داره، اما مشهورش هم براتان میگم کوین بیز است، بیننس است. در ویدیو اینده براتان میگم، ویدیو اینده رو که براتان اپلود میکنم در ویدیو براتان میگم که کدامش بهتر است. بیننس بهتر است، کوین بیز بهتر است، و اکانت ساختنش هم براتان میگم که در بیننس چی رقم اکانت ساخته میشه و در کوین بیز چی رقم اکانت ساخته میشه و براتان میگم کدامش بهتر است. و این اکسچنج که ما میگم سیومیش اکسچنج است، این چرا مهم است؟ در اکسچنج ببینید، در این میتاماسک شما فقط میتونین کریپتوکارنسی رو نگاه کنین، هولد کنین، دیگه چیزی نمیتونین. در میتاماسک در تراست والت گزینه خریداری شما هست، اما وقتی شما خریداری میکنین شما بسیار تکس زیادی میگیرن. فرض مثلا اگر شما 500 یورو را خریداری میکنین 50 یورو در تکس میره که وا تکس خود میگیرن. پس بهترش اکسچنج است. در اکسچنج شما میتونین کریپتوکارنسی را بخرین، بفروشین، کانورت کنین، ایتریوم با بیت کوین رو به اکسکی کریپتوکارنسی دیگه کانورت کنین. اینا تمامش شما میتونین در اکسچنج انجام بدین. و در اکسچنج اگر پاسوردتان هم از یادتان بره دوباره میتونین پاسوردتان هم ریکووری کنین، چون با ایمیلتان ساخته میشه، با شماره تلفنتان ساخته میشه و برای ساختنشان شما ایدی کارتان میخواه، شماره تلفنتان میخواه، سلفی عکس سلفیتان میخواه. ما در ویدیو اینجا براتون میگم که چگونه ساخته میشه. و اینم براتون میگم که بیننس، من اینجا براتون اشاره کنم، یکی از بیننس، دومیش از کوین بیز. در ویدیو اینجا براتون میگم که کوین بیز بهتر است یا بیننس بهتر است، کدامش رو یوز کنیم. تکس بیننس زیاد است یا از کوین بیز زیاد است. اینم براتون میگم و اینم براتون میگم که شما چگونه در این میتونین خریداری کنین. پس شما مجله نکنین، ما مجله نمیکنم، آهسته آهسته براتون میدورم میسازم، براتون میگم که شما از کجا کریپتوکارنسی را بخرین، چی رقم بخرین، چی رقم بفروشین، چی رقم روان کنین، میتاماسک چی رقم ساخته میشه، تراست والت چی رقم ساخته میشه، کوین بیز بهتر از بیننس بهتر است. تمام در مورد تمام از براتون ویدیو میسازم، در مورد از براتون ویدیو میسازم، تکنیکال انالیسیس براتون ویدیو میسازم که شما چی رقم بفهمین که آل بازار پایین میاد، آل بازار بالا میره. این درسایی هستن که در یوتیوب هیچ کس بر شما درس نمیده. در یوتیوب هیچ کس برای شما درس نمیده. در یوتیوب برای شما اگر ببینید، در تیک توک ببینید، برای شما فقط امیر میگه که الا بیت کوین بخرین، در ارزان بخرین، قیمت میشه بالا برین. چیزی را که ما براتون درس میتم در تمام یوتیوب پیدا کردن نمیتونین. ما براتون قسم درس میتم، براتون میگم که شما باید قسم باشین که همراه کندل استیک گپ بزنین، چی وقت بازار پایین میاد، چی وقت بازار بالا میره، چی وقت بخریم، چی وقت بفروشیم، کدام سکه رو بخریم، کدام سکه بالا میره، کدام سکه بالا نمیره. تمامش براتون میگم. حالا شما شاید بگین که من چرا براتون میگم؟ من به خاطر براتون میگم ببینید، بحث کریپتوکارنسی که از یک بحر است. اگر من از یک دانه بوتل پر کنم بیارم و اگر شما برین تانکر پر کنین برین، از من چیزی کم نمیشه. پس وقتی ما بعد از میارم پول ما میارم، چرا شما نبیارین؟ پس امری که برین، مرا آهسته آهسته براتون ویدیو میسازم در مورد تمامشان. تا ویدیو ایندا شما رو بخدانی پاک میسپارم، خداوند یار و مددگارتان.